بیوگرافی فعالیت اقتصادی کارآفرین خلاق جمشید زارعزاده مدیر مجموعه پوشاک مد KRP. فعالیت در زمینه پوشاک را از زمانی که کلاس اول راهنمایی میرفت آغاز کرد. جمشید در آن زمان که 13 سال داشت تعطیلات تابستان را در تولیدی وارسته شروع به کار کرد و به عنوان پادو مشغول به کار شد. در سال 1368 حقوق هفتگی که می گرفت 1000 تومان بود. البته در آن زمان حقوق خوبی بود برای یک بچه مدرسه‌ای که یه ماه فرصت درآمدزایی رو پیدا کرده بود. خودش میگوید که در اون سالها از طرف مدرسه برای اینکه دانش آموزان را با محیط کسب و کار آشنا کنند، هر هفته یک روز را با عنوان روز طرح و کار تعیین کرده بودند و من هم از اونجا که با محیط کارگاه تولیدی آشنا بودم، پس این بخش است. تحصیلم را هم به فعالیت در بخش پوشاک اختصاص داده بودم و به یادگیری بیشتر این رشته مشغول گشتم. از آنجایی که بازرسی هم در آن روز ترکار برای گزارش فعالیت دانش آموز به محل فعالیت می آمد و سوالاتی را مطرح می کرد، پس باید بخش‌هایی از فعالیت تولید پوشاک را هم یاد می گرفتم و به بازرس توضیح می دادم. لذا این مورد هم مرا بیشتر و بیشتر با این صنعت آشناتر کرد. این پروسه کار کردن در تعطیلات تابستان سالها ادامه داشت و روز به روز بر مهارت جمشید که حالا یک نوجوان 16 ساله شده بود اضافه کرده بود. در آن سن و سال هم بازی‌های جمشید در کوچه و خیابان‌های تبریز به توپ بازی و گذراندن روز به شب مشغول بودند. این در حالی بود که او حالا یکی از مهره‌های اصلی در کارگاه تولید پوشاک به شمار می‌رفت.